هر چی رو قرار بوده زیر بپوشم رو پوشیدم. والا اول پلیمر پوشیدم بعد پیرم پوشیدم. 5 تا تومون پامه. نمیدونم چی راه برم. در هر صورت من براتون یه آهنگ میخونم، اولیش به اتفاق بخونیم تا بعد به هر چی نوبت برسه با کمال میل. حاضرین؟ واسه من بی‌مهری آغاز کنی، دلم از دست تو بیچاره شده. آخه تا کی تو میخوای ناز کنی؟ بگو تا کی تو میخوای ناز کنی؟ ماویلا 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 ماویلا. هی دست بالا. پریا رو بخونم فقط 30 ثانیه وقت شما رو میگیرم، اونم به دلیلی که به کمک شما احتیاج دارم. شما میدونید جریان یک جوان ایرانی که در دبی هست و احتیاج به کمک ما ایرانی ها داره. من ازتون خواهش میکنم، تقاضا میکنم از حالا به بعد برید روی سایت ساپورت فرزان تو تلفناتون supportfarzan.com. خواهش میکنم این کارو بکنید که این جوان از دبی بتونن سوئد، از دبی بیارتش سوئد و همین و همین.
خواهش میکنم به خاطر خدام که جوری این لطفو بکنید و منم آرزو میکنم که هرچی از خدا خواستید بهتون برسونیم انشاءالله. آقا جون حاضری؟ میخوام یه پارت جای من شما بخونید. بچه های من دوزن عشق منو میروزن عشق منو میروزن قشنگ طرف پریا تنها تو کوچه نریا بچه های من دوزن عشق منو میروزن عشق منو میروزن. حالا دستا بالا خودتونو گرم کنید ماشاءالله. هپ 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 رو شو هپ 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 هپ. ای یار قشنگی مو بلند مشکی پوشم بالنگ ابرو شرق شرق نزنی تو گوشم. اگه یه روز بیایی رو پشت رو نخبه نمایی مرشید که بخواد بالا بیاد روشو همه با هم. ای قشنگ طرف پریا تنها تو کوچه نریا بچه های محل دوزن عشق منو میروزن عشق منو میروزن. حالا صدا میکنی با نگاه منو صدا میکنی. هی حالا هی جان هی قشنگ طرف پریا تنها تو کوچه نریا بچه های محل دوزن عشق منو میروزن عشق منو میروزن. اگه یه روز بیایی رو پشتمون نخبه نمایی مرشید که بخواد بالا بیاد روشو میپوشم. ای قشنگ طرف پریا تنها تو کوچه نریا بچه های محل دوزن عشق منو میروزن عشق منو میروزن. قشنگ طرف پریا تنها تو کوچه نریا بچه های محل دوزن عشق منو میروزن عشق منو میروزن. کسی بزنید که ما رو امشب دور هم جمع کرده. یه دست به افتخار منصور خان گل. منصور جان خیلی ممنونم. در ضمن جون من یادتون هرینون تو تلفناتون بزنی ساپورت فرزان خواهش میکنم تلفناتون رو بزنین اونجا یه یس بزنی. خب حالا یا همین خودم به جای من باید شما بخونی. ها گفتی چیه؟ شما میکروفون نداری. من میگم چرا صدای شما نمیشنوم. یه وای وای هم براتون میخونم. حاضری؟
چی شد بای بای و یه سلفی فقط مونده و من تنها اینجا. پیمانی حال شما چطور است؟ چی خبر خوبیسته؟ مرسی.